الان برای چی اومدید زندان؟ ولی خب شریکم پولم برداشت، برای همین نتونستم قسطی وام پرداخت بکنم. چرا لاغر شدی ده؟ والا من هر دفعه هم دهم. فکر نمی‌کردم اینقدر بی طاقتت بشم. خیلی دلم برات تنگ شده. بفرم. میاشی ایانا کسی نمیاد اینجا یه کیف گم کرده باشه. نه چطور؟ ما یه مقدار طلا پیدا کردیم. شما آقایی نیستین که تو تلویزیون اخبار استانشون تو میداد؟ بله. محل این بم صدا کرده. فقط 10 نفر به من زنگ زدن پیغام فرستادن به رحیم بگو افتخار مایی. مدرکی که ای بابا همه عمرش یه روده راست شکمش نبوده. حالا ایشون شده قهرمان. من که 20 درصد این خوبی کردم شدم طلبکار و بی‌شرف ظالم. بابایی من دروغ من نمیدونم این مردی که کیه که تو به خاطر این آبرو خودت و خانواده‌ت داری میباری. این مردی که همه زندگی منه. بابا من یه کار نکرده باشی آبرو خود تو خانواده رو ببری دیگه نتونم توی شهر سر بلند کنم. چه کار کردی؟ چرا این کار کردی؟ چیکار کردم؟